سلام. هر کسی که میخواد وارد دنیای سینما بشه و اصطلاحاً بتونه لقب فیلمباز رو یدک بکشه، بدون سینمای کلاسیک نمیتونه به چنین عنوانی دست پیدا کنه. سینمای کلاسیک بخش جدایی ناپذیر سینماست. هرچند به عنوان یه هوادار پراپاقرص فیلم‌های کلاسیک از جداسازی فیلم‌ها به دو دسته کلاسیک و غیر کلاسیک بدم میاد. اما تو این ویدیو میخوام فیلم‌های کلاسیکی رو معرفی کنم که هر کسی که میخواد وارد دنیای فیلم بشه، علل خصوص دنیای این گونه فیلم‌ها، باید این آثار رو ببینه. آثار معروفی که همشون ارزشمند و دیدنی هن و تاثیر زیادی روی فیلم‌های بعد خودشون گذاشتن. پس با من همراه باشید. برو بریم. فارغ التحصیل، محصول سال 1967. بنجامین براداک جوانی گوشه‌گیر و خجالتی است که به تازگی درسش را تمام کرده و به زادگاهش لس آنجلس باز می‌گردد. در این گیرودار خانم رابینسون، همسر شریک تجاری پدرش، به بنجامین نزدیک می شود و با او طرح دوستی می ریزد. بنجامین وارد رابطه ناخواسته و پیچیده با خانم رابینسون می شود. پدر بنجامین و آقای رابینسون بیخبر از ماجرا مایلند بنجامین با دختر رابینسون، الاین، ازدواج کند و قرار دوستانه‌ای میان بنجامین و الاین ترتیب می دهند. فیلمی است در ژانر درام کمدی عاشقانه ساخته مایک نیکولز در سال 1967. فیلمنامه این فیلم را کالدر ویلینگهام و باک هنری بر اساس رمانی به همین نام نوشته چارلز وب نوشتند. نقشه اصلی فیلم را آن بنکرافت و داستین هافمن بازی می‌کنند. این فیلم در فهرست 100 فیلم برتر بنیاد فیلم آمریکا که در سال 1998 منتشر شد در رتبه 7 قرار گرفت. در سال 2008 این فیلم در این فهرست به رتبه 17 تنزل کرد. فارغ التحصیل در سال 1967 نامزد دریافت 7 جایزه اسکار، یعنی بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد برای داستین هافمن، بهترین بازیگر زن برای آن بنکرافت، بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای کاترین راس، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین فیلم برداری شد و جایزه اسکار بهترین کارگردانی برای مایک نیکولز را توانست به دست بیاورد. فارغ التحصیل یکی از بهترین فیلم‌های دهه 60 که باعث شد داستین هافمن در دنیای سینما مشهور بشه و راه این بازیگر مستعد و کاربلد خیلی هموار بشه. یه فیلم با داستانی متفاوت و زیبا که بسیار خوب روایت شده. آن بنکرافت که از دید من یکی از برترین بازیگران زن تاریخ، در این فیلم هم درخشان ظاهر شد و واقعا دوستش دارم. این فیلم ارزشمند رو به هیچ وجه دست ندید. داستان فیلادلفیا، محصول سال 1940. تریسی با بازی کاترین هپبورن از طبقه ثروتمند در آستانه دومین ازدواج خود با مردی ابله ولی پولدار است. با ورود دکستر با بازی کری گرانت، همسر اول تریسی، و مایک با بازی جیمز استوارت، خبرنگاری جنجالی، ماجرا پیچیده‌تر می شود. مایک که به تریسی علاقه‌مند شده، همراه با زنی عکاس در مجلس عروسی شرکت می کند و با مکر و حیله سرانجام مراسم عروسی رو به هم میزند. ولی یک فیلم کمدی رمانتیک آمریکایی به کارگردانی جورج کیوکر که در سال 1940 اکران شد. این فیلم در مراسم اسکار برنده جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی، بهترین بازیگر مرد برای جیمز استوارت و نامزد جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن برای کاترین هپبورن و بهترین بازیگر نقش دوم زن برای روث هوسی شد. یکی از بهترین فیلم‌های سینمای کلاسیک که شما با دیدنش لذتی را تجربه خواهید کرد که نمیشه توصیف کرد. 3 تن از بهترین بازیگران عصر طراحی هالیوود، یعنی جیمز استوارت، کری گرانت و کاترین هپبورن، با حضورشون در این فیلم چنان نمایشی رو برپا کردن که نظیرش رو خیلی سخت بشه در سینمای آن زمان پیدا کرد. این جواهر سینمای کلاسیک منتظر شماست. متروپولیس، محصول سال 1927. متروپولیس داستان شهری است آینده‌وار در سال 2026 میلادی که در آن انسان‌ها به 2 دسته اندیشمند و کارگر تقسیم شدند و دسته نخست در آسمان خراش‌های مجلل بالای زمین و دسته دوم در دالان‌های کارخانه‌ای زیر زمین ساکنند. زنی فرهمند و مریم‌وار به نام ماریا در محلی در دهلیزهای زیرزمینی به کارگران در مورد حق و حقوق از دست رفته‌شان می‌گوید، ولی آنها را ترغیب به شورش نمی کند، بلکه میگوید تا در انتظار ظهور یک میانجی میان عالم روزمینی و عالم زیرزمینی بمانند. یک میانجی مانند دل در میان مغز و دست. این نکته در جای جای فیلم تکرار می شود که مغز و دست
برای همکاری سالم نیاز به میانجیگری دل دارند. فیلمی صامت محصول 1927 از فریتز لانگ که در سبک علمی تخیلی و به شیوه اکسپرسیونیسم آلمانی در دوره جمهوری وایمار ساخته شده است. فیلمنامه آن در سال 1924 نوشته شد و ساخت این فیلم سیاه و سفید در زمان خود حدود 4 میلیون رایس مارک هزینه در برداشت و گرانترین فیلم دهه 20 میلادی به شمار می آید. متفاوت ترین فیلم این لیست، یکی از بهترین آثار علمی تخیلی تاریخ که فریتز لانگ این شاهکار خودش رو در سال 1927 ساخته. شما وقتی فیلم رو میبینید اصلا نمیتونید باور کنید که این اثر در دهه 20 ساخته شده. مگه میشه اصلا؟ سینمای آلمان همیشه جذاب و دیدنی بوده و آثاری که به مخاطبین ارائه کرده قابل احترام و دوست داشتنی هستند. این جواهر سینمای آلمان رو برید و بدون هیچ اما اگری ببینید. در یک شب اتفاق افتاد محصول سال 1934. پیتر وارن با بازی کلارک گیبل خبرنگار صاف و ساده ای است که با هدف اثبات تواناییش به مدیر نشریه‌ای که او را اخراج کرده دختر فراری مرد ثروتمند شهر با بازی کلودت کولبرت را تعقیب می‌کند تا گزارش اختصاصی خود را در موردش بنویسد. الی اندروز دختر پر انرژی و کم تجربه ای است که در مواجهه با دنیای فرار خود بسیار بی‌دفاع به نظر می‌رسد. پیتر در ابتدا مخفیانه به تعقیب او می‌پردازد و سعی می‌کند از او حمایت کند، ولی هنگامی که به دلیل تمام شدن پولشان مجبور میشوند شب در یک اتاق بخوابند، حقیقت را فاش میکند و به الی قول میدهد که او را پیش شاهزاده وسلی در نیویورک برساند. پیتر بسیار شریف و با وجدان است و در هنگام خواب بین خودش و الی دیوارهای از پتو میکشد. کم کم علاقه بین پیتر و الی شکل میگیرد. فیلمی است رمانتیک ساخته فرانک کاپرا در سال 1934. این فیلم در سال 1934 اولین فیلمی لقب میگیرد که 5 جایزه اصلی اسکار، یعنی بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول مرد و زن را به خود اختصاص میدهد. مرد سوم محصول سال 1949. کمی پس از پایان جنگ جهانی دوم، هالی مارتینز با بازی جوزف کاتن که نویسنده رمان‌های عامه‌پسند وسترن در آمریکاست، برای دیدن دوست دوران کودکیش هری لایم با بازی اورسون ولز به وین میآید. اما متوجه می شود همان روز هری طی یک تصادف رانندگی کشته شده است. در مراسم خاکسپاری لایم، مارتینز با 2 افسر انگلیسی به نامهای گروبان پین و سرگرد کالووی که پیگیر پرونده فعالیت‌های مشکوک لایم هستند ملاقات می کند. پین از علاقه‌مندان داستان‌های مارتینز است. بعد از ملاقات با آنا، دوست دختر هری لایم و برخی دوستان دیگر لایم، مارتینز به این حادثه رانندگی مشکوک می شود. سرایدار خانه لایم به مارتینز می گوید او بلافاصله پس از تصادف درگذشت و برخلاف گزارش دوستان لایم 3 نفر و نه 2 نفر جنازه او را با خود بردند. سرایدار کمی بعد از دادن این اطلاعات به قتل می رسد. فیلمی در ژانر نوار به کارگردانی کارول رید ساخته شده در سال 1949 است. جوزف کاتن، آلیدا والی و اورسون ولز بازیگران اصلی فیلم هستند. فیلمنامه فیلم توسط گراهام گرین، نویسنده انگلیسی، تهیه شده است. گراهام گرین بعد از آنکه فیلمنامه را نوشت، به فکر نوشتن رمانی بر اساس این فیلمنامه افتاد و کمی بعد رمان مرد سوم را هم منتشر کرد. مرد سوم یکی از اون آثار ارزشمندیه که بارها و بارها باید دیدش و ساعتها دربارش حرف زد. یه فیلم نوار شگفت انگیز، نمیدونم چی بگم دیگه. یه اثر با اتمسفر سرد و تاریک وین پس از جنگ که محیط اون موقع وین رو به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده. تشریح یک قتل محصول سال 1959. بارنی کوبیل توسط سوتوان فردریک مانیون با بازی بن گازارا کشته می شود. همسر وی با بازی لی رمیک از پاول بیگلر با بازی جیمز استوارت درخواست می کند که دفاع از وی را به عهده گیرد. فیلم به ژانر درام حقوقی جنایی معمایی محصول سال 1959 آمریکا به تهیه کنندگی و کارگردانی اوتو پریمینجر. فیلمنامه این فیلم توسط وندل مایز بر اساس رمانی به همین نام که توسط جان دی ویلکر با نام مستعار رابرت تاور قاضی دادگاه عالی میشیگان تالیف شده نوشته است. ویلکر این رمان را بر اساس پرونده قتلی در سال 1952 که خود دفاع از آن را بر عهده داشته تالیف کرده است. در سال 2012 کتابخانه کنگره آمریکا این فیلم را با توجه به اهمیت تاریخی، فرهنگی و زیباشناختی در فهرست ملی ثبت فیلم به ثبت رساند.
تشریح یک خط بهترین فیلم دادگاهی است که یک انسان در طول عمرش میتونه ببینه. انقدر این فیلم پریمینجر شگفت انگیز و جذابه که بارها و بارها میشه اونو دید و به جزئیات جدیدی ازش دست پیدا کرد. اکثر سکانس‌های فیلم در دادگاه میگذره و در این حالم اصلا خسته کننده نیست. جیمز استوارت یکی از بهترین بازی‌های عمرش رو انجام میده و انقدر زیبا قشنگ در نقش وکیل مدافع بازی میکنه که آدم کیف میکنه. این شاهکار درام حقوقی مقصود شماست. مطمئنم از اون فیلماییه که بارها و بارها میبینیدش. دربارانداز محصول سال 1954. شخصیت اصلی فیلم تری مالوی با بازی مارلون براندو، یک بوکسور سابق، شغل عجیب و نخاله‌ای دارد و دستورهای جانی فرندلی با بازی لیجی کابرا اجرا می‌کند. جانی فرندلی رئیس اتحادیه کارگران بارانداز است که فردی حقه‌باز و نادرست میباشد. چارلی با بازی راد استایگر، برادر چری، یکی از اعضای داخلی دار و دسته جانی میباشد و به خاطر نفوذ زیاد او، تری مورد اعتماد گروه جانی میباشد. زمانی که یکی از کارگران بارانداز موقعیت جانی را تهدید میکند، جانی با همکاری غیر عمدی تری آن کارگر را میکشد. در این بین پدرباری با بازی کارل مالدن، کشیش محلی، سعی می‌کند کارگران بندر را با صحبت علیه فساد موجود در اطراف آنها با رفتن نزد پلیس جنایی سازماندهی کند. پس از این تری بین وفاداری به جانی و برادر خودش و وجدان ناراحتش و همچنین علاقه روزافزونش به خواهر کارگر کشته شده یعنی ادیک با بازی اوا ماری سنت وامانده و دچار تردید شده است. فیلمی به کارگردانی الیا کازان محصول سال 1954 است که نگاهی انتقادی به فساد در اتحادیه بارانداز هوبوکن نیوجرسی دارد. فیلمنامه فیلم با اقتباسی آزاد از رویدادهای واقعی نوشته شده است. این فیلم توانست 8 اسکار کسب کند. بهترین فیلمنامه برای باد شولبرگ، بهترین کارگردان الیا کازان، بهترین بازیگر نقش اول مرد مارلون براندو، بهترین بازیگر نقش مکمل زن آوا ماری سنت، بهترین تدوین جین میلفورد، بهترین فیلم برداری سیاه و سفید بوریس کافمن، بهترین طراحی صحنه ریچارد دی، بهترین فیلم سم اسپیگل تهیه کننده. و رسیدیم به مارلون براندو و الیا کازان و فیلم معروف این دو اسطوره بزرگ سینما یعنی دربارانداز. تو لیست بهترین فیلم‌های تمام عمرم که در لترباکس درستش کردم این شاهکار ابدی کازان به چشم میخوره. یه فیلم آموزنده، تاثیرگذار، ارزشمند و بدون تاریخ انقضا. وقتی کارگردان یه فیلم الیا کازانه و مارلون براندو بزرگم نقش اوله، تو دیدن اون فیلم نباید تردید داشته باشید. در این ویدیو فیلم‌های کلاسیکی رو دارم معرفی میکنم که هر کسی که میخواد تازه فیلم دیدن رو شروع کنه باید این آثار رو ببینه. اگه تازه میخوای فیلم دیدن رو شروع کنی یا درباره دنیای سینما کنجکاوی، پلیلیستی که بالای صفحه میاد رو یه نگاه بهش بنداز. پلیلیست معرفی فیلم که آثار مختلف سینمایی رو در ژانرهای مختلف معرفی میکنم و میتونید ازش برای دیدن فیلم‌ها استفاده کنید. اگه هم تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید این کارو بکنید تا ویدیوهای بعدی ما دست ندید. غرامت مضاعف محصول سال 1944. فیلیس دیتریکستون با بازی باربارا استانویک، فروشنده بیمه عمر، والتر نف با بازی فرد مکموری را اخوال می کند تا او را در کشتن شوهرش یاری دهد و مرگ او را یک حادثه جلوه دهند تا فیلیس بتواند از طریق ماده غرامت مضاعف بیمه عمر شوهرش را طلب کند. اما رئیس و دوست صمیمی نف و تحلیلگر بیمه بارتون کیس با بازی ادوارد جی رابینسون به این ماجرا شک می کند. فیلمی سینمایی به کارگردانی بیلی وایلدر که در 1944 ساخته شد. فرد مکمورای، باربارا استانویک و ادوارد جی رابینسون از بازیگران آن هستند. این فیلم توسط بیلی وایلدر و ریموند چندلر از رمان غرامت مضاعف محصول سال 1935 اثر جیمز کین اقتباس شده است. این فیلم جزو شاخص‌ترین نمونه‌های فیلم نوار به شمار می‌رود و داستان آن بر اساس جنایتی واقعی که در 1927 اتفاق افتاده بود می‌گذرد. فیلم بر اساس یک داستان واقعی یعنی قتل آلبرت سیندلر توسط همسرش در سال 1927 ساخته شد. اداره سانسور آمریکا تا مدت‌ها اقتباس از دو کتاب مشهور جیمز ام کین را ممنوع کرده بود، یعنی غرامت مضاعف و پستچی همیشه 2 بار زنگ می‌زند. هر دو داستان تم مشترکی دارند. تمایل جنسی یک مرد معمولی را به جنایت سوق می‌دهد. در نهایت هر دو کتاب اقتباس سینمایی داشت و تبدیل به 2 فیلم مهم شد. هر دو فیلم در بین 10 فیلم برتر سالهای 1940 قرار گرفتند. فیلم در 7 مورد نامزد اسکار شد ولی در نهایت هیچ جایزه به این فیلم تعلق نگرفت.
نامزد بهترین بازیگر زن باربارا استانویک. بهترین کارگردانی برای بیلی وایلدر. بهترین فیلم جوز سیستور. بهترین فیلمنامه ریموند چندلر و بیلی وایلدر. بهترین فیلم برداری سیاه و سفید جان اف سیتز. بهترین موسیقی متن میکلوش روژا. بهترین صدا برداری لورن ال رایدر. یکی از بهترین فیلم‌های اقتباسی تاریخ سینما، یه اثر معرکه و دیدنی با روایتی فوق‌العاده، بازیگری درجه یک، داستانی متفاوت و غیر قابل پیش‌بینی و کارگردانی قابل تحسین بیلی وایلدر. کتاب غرامت مضاعف هم از دست ندید. یکی از بهترین کتابایی است که در ژانر جنایی میشه خوند. پس دیگه منتظر چی هستید؟ برید و از این فیلم اقتباسی واقعا خوب لذت ببرید. بدون شک یکی از بهترین فیلم‌های جنایی است که تا حالا در سینما ساخته شده. لورنس عربستان محصول سال 1962. تی لارنس افسر دونپایه ارتش بریتانیا که اطلاعات زیادی راجع به سیاست و فرهنگ کشورهای خاورمیانه دارد استخدام می شود تا ببیند در باب ساماندهی قبایل پراکنده عرب چه کار می تواند انجام دهد. در این مرحله از جنگ جهانی اول بریتانیایی‌ها به کمک و شراکت اعراب در جنگ علیه ترک‌ها که متحد آلمان‌ها هستند نیاز دارند. لارنس مجذوب و مسحور آن بیابان‌های بکر و دست نخورده و مردان یک دنده و لجوج قبایل عرب است و بلافاصله پس از آنکه شاهزاده فیصل از وی قول همکاری میگیرد تبدیل به یک عرب تمام عیار می شود. لارنس به اتفاق دوست جدیدش شریف علی بندر حیاتی عقبه را فتح می کند و همچون قهرمانی مورد استقبال قرار می گیرد. فیلمی بریتانیایی در ژانر درام تاریخی حماسی به کارگردانی دیوید لین که در 1962 به نمایش درآمد. فیلمنامه این فیلم را رابرت بولت و مایکل ویلسون بر اساس 7 رکن حکمت نوشته توماس ادوارد لورنس به رشته تحریر درآوردند. الک گینز، آنتونی کوین، جک هاوکینز، خوزه فرر، آنتونی کوایلی، کلود رینز، آرتور کندی، عمر شریف و پیتر اوتول از بازیگران فیلم هستند. لورنس عربستان محصول بریتانیا است که از طریق آمریکا توزیع شده و تجربیات لورنس در ولایت‌های حجاز و سوریه در امپراتوری عثمانی در طول جنگ جهانی اول و به ویژه حملات به عقبه و دمشق و همچنین مشارکت او در شورای ملی عرب را به تصویر می‌کشد. لورنس عربستان نامزد دریافت 10 جایزه اسکار شد و توانست 7 جایزه از قبیل بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را کسب کند. کتابخانه کنگره ایالات متحده آمریکا در سال 1991 آن را برای نگهداری در فهرست ملی ثبت فیلم برگزید. بنیاد فیلم آمریکا در 1998 آن را در جایگاه پنجم فهرست 100 سال 100 فیلم به انتخاب بنیاد فیلم آمریکا از برترین فیلم‌های آمریکایی قرار داد و در 2007 آن را در جایگاه هفتم قرار داد. در 1999 بنیاد فیلم بریتانیا این فیلم را سومین فیلم برتر بریتانیا در تاریخ نامگذاری کرد. لورنس عربستان فیلمی که نه یک بار بلکه چندین بار باید اون رو دید. نه روی لپتاپ یا تلویزیون. این ابر شاهکار دیوید لین رو باید در سینما دید. من متاسفانه هنوز نتونستم این فیلم رو روی پرده سینما ببینم، ولی یه روز این کارو میکنم. نماهای بکر و زیبای صحرای عربستان، بازی شگفت‌انگیز آنتونی کوین، عمر شریف و پیتر اوتول، داستان پر از ماجرای لورنس، انگلیسی‌های کنجکاو، عرب‌های یک دنده و لجباز و جنگ‌های پی در پی فقط و فقط در فیلم زیبا و حیرت انگیز لورنس عربستان. کارگردانی دیوید لین قطعاً یکی از ویژگی‌های مثبت این فیلمه. این فیلمو ندیدید؟ حرفی ندارم بهتون بزنم. دیدین؟ مجدد ببینید. اتوبوسی به نام هوس محصول سال 1951. بلانش دبوا با بازی ویوین لی که مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است، پس از اخراج از مدرسه که در آن به تدریس مشغول بود، برای دیدار با خواهرش استلا با بازی کیم هانتر به پیش وی و شوهر خواهرش استنلی کوالسکی با بازی مارلون براندو میآید. استنلی که یک کارگر قمارباز است، بعد به ورود بلانش سر ناسازگاری با وی دارد و از طریق یکی از دوستانش از گذشته بلانش باخبر می شود. فیلمی از الیا کازان با بازی ویوین لی و مارلون براندو است که در سال 1951 توزیع شد. این فیلم از روی نمایشنامه‌ای به همین نام اثر تنسی ویلیامز ساخته شده است. با اکران فیلم مارلون براندو که در زمان انتخاب بازیگری تقریبا ناشناخته بود، به عنوان یک ستاره بزرگ سینمای هالیوود به شهرت رسید و اولین نامزدی را از 4 نامزدی اسکار بهترین بازیگر مرد دریافت کرد. مضامین این نمایش بحث برانگیز بود و باعث شد فیلمنامه مطابق با قانون تولید هالیوود اصلاح شود. برخی از صحنه‌هایی که فیلم برداری شده بودند برای نمایش از فیلم حذف شدند تا فیلم به اخلاق جامعه ضربه نزند. در سال 1993 پس از آنکه کمپانی برادران وارنر در هنگام گرفتن موجودی معمول بایگانی‌ها
فیلم سانسور شده رو کشف کردن، چندین دقیقه از صحنه‌های سانسور شده رو در بازپخش نسخه اصلی کارگردان به فیلم اضافه کردند. فیلم در مراسم اسکار توانست در شاخه‌های بهترین بازیگر نقش اول زن برای ویوین لی، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای کارل مالدن و بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای کیم هانتر اسکار دریافت کند. و بالاخره رسیدیم به اتوبوسی به نام هوس. صحبت کردن درباره این فیلم الیا کازان سخته. بارها و بارها باید ببینیش تا متوجه جنبه‌های مختلف اون بشی و به نظرم این اثر بهترین فیلم الیا کازان بزرگه. هرچند این کارگردان فیلم خوب زیاد داره که یکیشون هم بالاتر معرفی کردیم، ولی این فیلم، امان از این فیلم فوق‌العاده است. حتی نمیتونم حسم رو بهش توصیف کنم. دلیل داشتم که گذاشتمش آخر ویدیو، چون می‌خواستم بهتون این هشدار رو بدم این فیلم رو به هیچ وجه از دست ندید. مثل همیشه و به رسم ویدیوهای قبل، این فیلم پیشنهاد ویژه من به شماست. سینمای کلاسیک همیشه مهم و قابل توجه بوده و منم در این ویدیو سعی کردم 10 فیلم کلاسیکی که باید ببینید رو بهتون معرفی کنم. میدونم خیلیاش معروفه و شاید بگم همش، ولی برای کسی که با این نوع فیلم آشنا نیست یا تازه میخواد فیلم دیدن رو شروع کنه، لیست خوبیه. تا ویدیوی بعد، فعلا